دوستای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به این که منطق این شخص ببینیم که حتی در زبان دری اگر یک کسی زبان فارسی و دری را میفهمه که این چقدر حتی در زبان مشکل داره. شما گپش بشنوین پس آن مسئله تفسیر میکنم. این ایمان که ما میگیم با حضرت محمد، این ایمان به شخص نیست که اکثر مسلمان ها برای محمد به حیث یک شخص ایمان دارن. ایمان وقتی که میگم ما ایمان به محمد صلی الله علیه و سلم داریم، یعنی ایمان به شخص نیست. سبحان الله. میبینین ایمان به شخص نیست. خوب گپش دقیق گوش بگیرین چی میگن. ما با محمد ایمان دارم که رسول الله بوده، خداوند فرستادش و قرآن از خود جور نکرده. بس ما دیگه به هیچ چیز پیغمبر ایمان ندارم. ایمان به یک شخص اصلا نمیشه. ایمان به رسول بودن محمد ایمان به خداست، ایمان به قرآن ایمان به خداست، ایمان به شخص اصلا وجود نداره. اگر تو بگویی من ایمان دارم با محمد، تو مشرک میشی. میبینین که این انسان چقدر بیخبر است از زبان، از دین. یکی رسالت محمد صلی الله علیه و سلم است، پیغمبری محمد صلی الله علیه و سلم است. ما ایمان داریم که رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بود؟ یعنی این پیغمبر و پیغمبری و نبوتش است. اما به شخصش میگه اگر ایمان بری باز شرک است. این جهل میبینین. حالا اگر ما مثلا به محمد صلی الله علیه و سلم که پیغمبر است، کی پیغمبر است؟ به شخصش باید ایمان داشته باشه که اینمی شخص پیغمبر است. اینمی رسالتی را که آورده که قرآن هست، اینمی شخص سر از اینمی شخص نازل شده. حالا یک نفر بگه من به قرآن ایمان دارم، خب به کتاب ایمان ندارم. خب قرآن کتاب است. رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول هست. حالا اگر شما رسول الله صلی الله علیه و سلم محمد صلی الله علیه و سلم رسالتش قبول داری، خودش قبول نداری، پس این رسالت بالای کی نازل شده؟ خب بالای یک شخص نازل شده است. دوستای عزیز، میبینین که کسایی که به گپای بازی میخورن، بازی رو استاد میگن و بازی رو دانشمند میگن و باز کلپای زیر نشر میکنن، ببینین چقدر خود در جهل میاندازن. الله سبحانه و تعالی وقتی که میگه ولقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الانس والجن، ما برای جهنم یک تعداد انسانها و جنها را آماده ساختیم. صفت از یا چی هست؟ لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارن لکن با قلب خود نمیفهمن، حقیقتا را درک نمیکنن. گوش دارن با گوش خود صحیح نمیشنون، از کر کده بهتر هستن. متوجه هستین؟ چشم دارن با چشم خود نمیبینن، یعنی از نابینایی که چشم نداره از او که اینا بدتر هستن. او خود نابینا هست، میشه که عقل داره و ایمان داره، بسیار نابیناها مؤمن هستن، لکن انسان با وجودی که چشم داره لکن نمیبینه. اینا شما دوستای عزیز متوجه هستین که این چی میگه؟ من با محمد به خاطر رسالتش ایمان دارم اما به شخصش ایمان ندارم. وقتی که شخص نباشه، پیغمبر نباشه، رسالت بالای کی؟ قرآن نازل شده است. ما ایمان داریم که الله ذات است که ما با او ایمان داریم، قرآن کتاب است که با او ایمان داریم و محمد صلی الله علیه و سلم شخصی است که رسول الله است. ما به شخصش که رسول است ایمان داریم. یعنی اگر بگوییم که ما این شخصش کار نداریم، این چی قسم کلمه شد؟ این چی قسم گپ شد؟ مثلا یک نفر بر شما بگه که خانه من میهمان آمده، من مهمان قبول دارم، خب فلان شخصی که آمده، همون کسی که مهمان است، مثلا مهمان نامش احمد است، من مهمان قبول دارم اما احمد قبول ندارم. وقتی که احمد قبول نداری پس مهمان از کجا شد؟ مهمانم گلمش جمع شد. وقتی که پیغمبر شخص کتاب نبیاره، شخص ایمان نداشته باشیم، پس رسالت از او در کجا آمد؟ در هوامان. اینا رو دوستای عزیز شما میبینین که چقدر اینا مشکلاتی دارن، حتی در فهم زبان فارسی که خودش از مادر و پدر در زبان است میفهمن،
لکن حتی زبان خود نمیفهمه و بسیاری کسایی که از این پیروی میکنن با امو جهل و کوری و نابینایی و تعصب و تکبر و خودخواهی، این بسیار واه استاد است، بسیار فهمیده است. انا لله و انا الیه راجعون.